سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان یک سوال بود می‌خواستم پیشکش شما گردونم درباره مهر زنها یک کم معلومات میدادید استاد. چرا همین زنها مهر خودشان رو گران میمونن، مقصد بسیارتر میمونن، روزی 30,000 40,000 قریب مهر زنها شده است. ما مقصد جوانان نمیتوانیم ازدواج کنیم. انا استاد حدیث پیغمبر است که کسی از مهر دختر پیغمبر زیاد باب میکند یعنی او در عذاب دوزخ گرفتار می شود. امیر کم تلک استاد جون معلومات میدادید؟ نه چون این حدیث نمیدونم. برای آنکه بله دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم 400 درهم بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم به زنهاشون 500 درهم دادند. لیکن با ترغیب هم کردند. اعظم النساء برکتا اقلهن مؤونة. مبارکترین زنهایی که مهرشون کم است. یعنی اینا با نیت نیک خانه‌دار شدند. مهری کم طلب کردند، اینا زنهای پربرکه میشن. البته زنها و اولیای زنها یعنی خویشاوندان زنها وقتی که به شوهر میدهید ولی شما به عملهای مردم نگاه نکنید، به نتیجه های عمل کرد مردم نگاه نکنید و بلکه با الله تعالی معامله کنید. مادامی که مهر را سبک کردن سببی برای پربرکات شدن همین زن باشد، مهر را سبک کنید. و واقعا برای چی اصلا الله تعالی مهر را واجب کرد؟ مهر به کدام مقصد است؟ مهر اصلا با اون مقصد داده شریعت شرعی کرده است، یعنی دادنش واجب کرده است که روزی که همین شوهر از دنیا وفات میکند یا اینکه طلاق میدهد، بعدی وفات کردن یا طلاق دادنش این مبلغ تا شوهری نو کردنش، یعنی که او درآمد ندارد. زنها وظیفه هاشون اصلا نشستن در خانه هست و تربیه فرزندها و خدمت شوهر است. شریعت نفقه زن رو بر بالای شوهرش مانده است. تا روزی شوهر کردنش نفقش بر ذمه پدرش است. وقتی که شوهر کرد نفقش بر ذمه شوهرش است. وقتی که شوهرش مرد یا طلاق داد از حساب همان مهر زندگی میکند. بنابراین بیشتر در جاهای ما یا در جاهای قدیم در کشورهای عرب هم طلا میدادن، انگشترین طلا، چون که طلا غالبا نرخش نمیفراید و غالبا که بی پول که ما همون طلا رو میفروشد زندگیش میبیند. این با همین مقصد است. یا زن مثلا با مقصدی که امید میکند که از شوهرش جدا نمیشد، امید میکند که الله تعالی به عمر آنها برکت میدهد، شوهرش هم که مرد علاقه فرزندهاش انشاءالله نفقش بر ذمه فرزندها است و غیر از این توکل به الله دارد که رزق دهنده الله است. اگر شوهرم وفات کند، اگر مرا طلاق دهد، رزق دهنده من الله است. گفته توکل به الله کند و مهر کم کند و زنی مبارک میشد. یک آدم با همین مقصد آدمی پولدار بوده سو دخترش به 1 ریال داده است. در کشورهای عرب اون زمان به 1 ریال یک پیپسی میدادن، یک پیپسی بانیچینی. بعد اون داماد هر بار این زنه که پیپسی گفته خطاب میکرده از همسرش، برای اینکه مهرش یک ریال بود به 1 ریال پیپسی میداد. اون وقت حال 3 ریال شده است. خلاصه بعد یه روز اون دختر نزد پدرش شکایت میکند که برای چی مهری من کم کردید و من پیپسی گفته لقب مانده است، لقب من پیپسی هست. بعد پدرش میگه که خب همین خیلی از سال این خیلی باشد نمیریم تا همون داماد یه بار اینجا نبیاد نمیریم. وقتی که داماد میبیاد میگه که 30,000 ریال پول میبیاری بعد زنته میبری. صاحب سیاست بود است دیگه، همین یک جمله کتی میرد 30,000 ریال میبیاره. بعد میگه که 20,000 دیگه با میبیاری بعد میگیری. اکنون این بیچاره داماد 20,000 ریال دیگه بیارد
نه بیارد هم به زن میسوزد نه هم به 30,000 ریال میسوزد. میرد با 20,000 ریال دیگه جمع کرده می آید. ما میگم که با 10,000 ریال دیگه میبین آخری کلام است. بعد همسرت میگیری میبری 20 جمع 30 50 جمع میدن 60,000 60,000 ریال قریب 20,000 دلار میشه. خلاصه میبیارد بعد گرام میره. بعد بعد چند وقت زنک میگه که چی میگود من پیپسی نمیگویی دیگه. بعد میگود که الان انت شریک تو پیپسی. تو میگود اکنون حاضر فیرمه پیپسی شده یا تو یک پیپسی نیستی یا زواد پیپسی شده. یعنی گاه ها برای انسان ها تنی صحت نمیفارد. یعنی ارزان دهید مهر کم کنید مسخره میکنن، قیمت کنید طعنه میکنن، شکایت میکنن. باید این کارا نشود. یک آدم به خاطر الله عمل کرده است، خواست است به سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کنه، 1 ریال گرفته است. 1 ریالش 3 یعنی 30 سنت میشد. 30 سنت گرفته است برای دخترش. 18 سال تربیه کرده به وای رسیده، همین قدر گرفته است. اینم اصلا این حقی همون زن است، با این حقی پدر و مادر نیست. این مهر مال زن است. خب به هر حال بله مهرها رو سبک کردن لازم و صرف و خراجات اضافگی در توی های ما خیلی زیاد است که ما در این باره صحبت هم کرده بودیم و شاید کتاب نکاح را هم شرح دهیم امکانیت که شد. خلاصه کلام این توی هایی که مردم ما میکنند پر از اسراف است و اسراف حرام است. بگذار از همه چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم توصیه کردن اولین ولو بشد توی کن اگرچه با یک گوسفند باشد. توی صفیه را با نان و سویق با نان و حلوا توی کردن، حتی گوسفند هم نکشتند. یعنی به مردمی که به توی خبر شدند نان و سویق دادن. سویق حلوایی که آماده شده از خرما هست، آرد و خرمای و روغن و از همین چیزا آماده شده است. نان و سویق دادن و در توی یعنی اون زنهای مبارک مادران مومن ها باقی ماندن. بنابراین برادران عزیز توی ها را سبک کنید.